بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. از سخنان ارزشمند جناب مفتی حفظه الله تعالی استفاده کردیم و در ادامه همین صحبت‌های جناب مولانا عرایض مختصر و کوتاهی را خدمت شما بیان میشه. الله تعالی قیام این دنیا را و این جهان و عالم را با عدالت قرار داده و با انصاف قرار داده. این جهان را الله با انصاف خلق کرده، پیدا کرده این جهان را بر عدالت و همه چیزی را که الله تعالی به وجود آورده همه را عادلانه به وجود آورده است، منصفانه. بقای این نظام و بقای این جهان هم با عدالت هست. الله سبحانه و تعالی همه انبیاء علیهم السلام را که مبعوث داشته در راستای اجرای عدالت، در راستای نشر عدالت، تبلیغ عدالت، انصاف و ضامن امنیت دنیا و آرامش دنیا هم با اجرای عدالت هست. عدالت وقت اجرا میشه، انصاف توی دنیا برقرار میشه، دنیا آرامش میگیره، دنیا سکون پیدا میکنه. و وقتی که بی عدالتی میشه، بی انصافی توی دنیا صورت میگیره، دنیا ناآرام میشه، دنیا اضطراب پیدا میکنه، دنیا استرس پیدا میکنه، دنیا به دغدغه پیدا میکنه. جهانیان دغدغه پیدا میکنند و نگران میشن. امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فکری، امنیت ذهنی، همه این امنیت ها وابسته به عدالت. عدالت خیلی مفهوم گسترده و بزرگی است. انصاف بین خلق و خالق، عدالت بین رب و بین بنده. همه بندگان موظفند که عدالت تا اجرا بکنند، همه مکلف به اجرای عدالت تن، با خدا انصاف کنند، نسبت به پروردگارشون به انصافی نکنند. نافرمانی الله تعالی به انصافی نسبت به پروردگاره. کسی که دستور خدا را اجرا نمی کنه، از الله فرمان نبره، نافرمانی بکنه، مرتکب محرمات و منهیات بشه که الله من کرده، این انسان ظالمه و انسان بی انصافه. کسی که شکر نعمتهای الله را ادا نمی کند، کسی که در نماز کوتاهی داره، کسی که در زکات کوتاهی داره، در اوامر الله کوتاهی داره، فکر نکنه که آدم منصفی است، آدم بی انصافه، آدم ظالمه. و ظالم که ظلم تا ظلم شرک هم ظلم عزیزان من و سایر نافرمانی های پروردگار ظلمان. ظلم نسبت به الله، ظلم نسبت به پروردگار. ما ظالم نباشیم. امروز چقدر ظلم نسبت به پروردگار، نسبت به رب موجوده که
دستور رب اجرا نمیشه، فرمان الهی اجرا نمیشه، نافرمانی کوتاهی میکنیم در اجرای اوامر پروردگار، در عمل به دستورات پروردگار. و چقدر جهانیان و مردم دنیا، ما مردم دنیا نسبت به خدا کوتاهی داریم، نسبت به دین کوتاهی داریم، به دین خدا فکر نمی کنیم. دنیا امروز جهان بے انصافه، وقتی به قرآن فکر نکنه که کتاب رب الارباب رب العالمین، نسبت به شریعت اسلام فکر نکنه، نسبت به پیامبران و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر نکنن، این بے انصافی بزرگه که جهانیان مرتکبان. لہذا عزیزان، ظلم امروز دنیا پر از ظلمه نسبت به الله، نسبت به پروردگار و خدای که همه احسانات برای جهانیان، همه احسانات داره. هرچه جهانیان دارن از پروردگار دارن، کم دارن زیاد دارن، هرچه دارن همه و همه از آن پروردگارن. بی انصافی نسبت به خلق چه اندازه زیاده، چه اندازه ظلم امروز توی دنیا، چه اندازه حق کشیه و حقوق ضایع می شوند. همه اینا مظالمان، حق زن و فرزند، حق یتیم، حق والدین و حقوق همه همسایگان، حقوق مردم، همه اینها عدالتن. الله می فرمایند که الله وقت زمین و آسمان خلق کردن و می فرمایند که من میزان ترازو را نازل کردم. حالت ترازو به معنی انصاف، اجرای عدالت، ترازوی که موازن می کنیم همیزانه و تمام سنجش های عادلانه میزانن. الله در دنیا میزان ترازوی عدالت را، انصاف را نازل کرده و جهانیان را مأمور کرده و دستور داده که عدالت کنند. حق صاحبان حقوق ادا بشه، اینها همه عدالتن. حق اقلیت های قومی دنیا، اقلیت های مذهبی دنیا، اقلیت های دینی، همه اقلیت های دنیا را اکثریت ها باید عدالت اجرا بکنند. تمام مردم دنیا زمان دنیا آرامش داره، جهان آرامش داره که عدالت رعایت بشه، انصاف رعایت بشه. امروز همه دنیا مضطربه، دنیا پریشانه، جهانیان نگرانن، آرامش رفته. تمام این آفت ها، بلاها، مصیبت ها، تمام این فدیده ها همه به خاطر نبود عدالت هست، نبود انصاف. نسبت به الله به انصافی، نسبت به خلق به انصافی، نسبت به جهانیان به انصافی. این به عدالتی و انصافه که دنیا را در ناامنی قرار داده، دنیا در اضطراب و استرس به سر میبره. ولهذا مهمه که ما فی نفسه منصف باشیم. و حدیث شریف آمده است که کسی چند خصلتن که هر کسی داشته باشه او ایمانش به پای تکمیل میرسه. و یکی اونی که انسان فی نفسه منصف باشه، خود در نفس او منصفه، انصاف رعایت میکنه، عدالت نسبت به الله رعایت میکنه، عدالت نسبت به خلق رعایت میکنه، نسبت به مردم رعایت میکنه. مخاطب عدالت همه مردمان، همه زنان و مردان مخاطب عدالتن. همه ما باید منصف باشیم. حکومت ها مخاطب ملتن، دولت ها مخاطب عدالتن.
عدالت به دولت ها عاد که در راست قرار دارند و مدیریت میکنند کشور را و ملت را، باید منصف باشند، انصاف داشته باشند. فساد و ظلم و همه اینا برخلاف عدالتن، عدول از عدالت و همه حکومت ها باید عادلانه رفتار بکنن، منصفانه رفتار بکنن، عدالت اجرا بکنن. همه ملت ها، همه ما ها، همه مردم مخاطبن به عدالت و مردم باید عدالت را رعایت کنند. عدل وقتی می آید انصاف می آید، آرامش می آید، امنیت می آید، امنیت فکری می آید. دولت ها باید آزادی قائل باشند برای مردم و این آزادی در راستای همه اجرای عدالت هست. دولت ها توی همه مسائل ورود نکنند، در مسائل کوچک، در مسائل خصوصی مردم، شخصی مردم، اعتقاد مردم، در مسائل مذهبی دولت ها نباید ورود پیدا بکنند. مردم آزادی مذهبی خودشون را داشته باشند. بسیاری از دولت ها میخواهند که در همه چیز بیایند و همه چیز دخالت کنند. این به ضرر دولت ها هست، این به نظر هر نظام و حکومتی که بخواهد در هر چیز ورود پیدا بکنه، این ضرر میکنه نظام. هر نظامی باشه توی دنیا، اسلامی باشه غیر اسلامی باشه، مردم باید آزادی خودشون را داشته باشن. آزادی بیان باشه، آزادی کلام باشه، آزادی انتقاد باشه، نقد بکنن. هر جا که جلوی انتقاد گرفته بشه اونجا فساد می آید، اونجا مشکلات می آید. انتقاد انسان می سازه، انتقاد انسان به فکر وادار میکنه. وقتی انتقاد بشه میدونه ضعف خودش را و دنبال اصلاح ضعف خودش میشه. لحاظا مهمه برای همه دولت ها، برای همه حکومت ها، برای همه نظام های غیر اسلامی و اسلامی، اما باید بکوشند در اجرای عدالت، در اجرای آزادی، در اجرای آسایش مردم و آسایش مردم مهمه و حیاتیه. حق و حقوق مردم، حق و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی دینی، هر اقلیتی باشه، اجرای عدالت نسبت به اینها، انصاف نسبت به اونها، رعایت حقوق اونها، اینها میتونه آرامش بیاره، اینها میتونه رضایت پروردگار حاصل بشه. و این خیلی مهمه و لحاظا این بخش اول صحبت همین بود و لحاظا توصیه بنده به همه شما مردم عزیز آنه که در اجرای انصاف و عدالت در زیر دستان خودتون، در اختیارات خودتون، آنجایی که به شما برمیگرده باید مساوات قائل باشید. حدیث است که شما بین اولادهای خودتون، فرزندان دختر و پسر، عدالت اجرا بکنید، انصاف اجرا کنید. پسران ترجیح از دختران ندید، جلوی دختران با پسران محبت زیاد نکنید که دختر میگه که منم پسر بودم، به من محبت میکرد پدر و مادر. حقوق همه رعایت بشه، بین همسران عدالت اجرا بشه، بین همه زیر دستان عدالت اجرا بشه. کارگرا قبل از این که عرقش خشک بشه اجرتش را بدید و عدالت رعایت بشه. اسلام یک چیز دیگری که آورد علاوه از عدالت احسان آورد
و احسان بالاتر از عدالت ہے. و عدالت بجای خود که شما احسان اختیار کنید. احسان یعنی اضافه از عدالت و برابری. حق مردم به نوع احسان ادا کنید، بندگی خدا را به نوع احسان ادا کنید، خوب ادا بکنید، از آن چیزی که هست بهترش ادا کنید. و سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم وقتی در یکی از غزوات شتری را از حضرت جابر خریدن و به مدینه منوره که برگشتن، حضرت جابر فرمودن که بیاید که حقش را بده، پول شتر را بده، قیمت شتر را. آن حضرت فرمود وزن کنید. پول او زمان وزن می کردن، وزن کردن، به جابر دادن و فرمود که چیز اضافه کنید بدید. همیشه آن حضرت این عادتش اضافه دادن چیز. حضرت جابر و اضافه را در پوش شمشیرش برای برکت گذاشت، او را مصرف نکرد. وقتی که جابر برگشت گفت صدا کنید جابر. جابر صدا کردن، گفت شتر هم بردار برو، شتر هم مال تو، پول. فکر میکنی توی حدیث که چی اتفاق افتاد که آن حضرت شتر هم دادن. به ذهن این می آید که شاید آن حضرت میخواستن به حضرت جابر کمکی بکنن و لحاظا خواستن که این کمک در غالب یک معامله باشه و فروش باشه و لحاظا بسیاری مردمان که وقتی به اونها شما کمک میکنی سرشو سخت میشه، مجانی بدید، مفت بدید. و لحاظا آن حضرت شاید تو این تعلیمی وجود داشت که آن حضرت شتر جابر هم برگرد. الله ما اگر نتوانیم به این سنت عمل کنیم که شتر برگردانیم، ماشین کسی بخره پول هم بدیم، ماشین هم برگردونیم، ولی حداقل اینه که اضافه که دادان حضرت این چیز اضافه کرد. این احسان همینه. اگر پول سر وقت بدید، به نحو احسان ادا کنیم و اضافه بدیم از اون چیزی که او طلب داره از ما، این احسانه. دین اسلام به احسان امر کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان ان الله یحب المحسنین. محسنین اونان که خوب خدا را عبادت میکنن، بهتر خدا را عبادت میکنن. محسنین که حق مردم بهتر میداد. عدل اونه که برابری را رعایت کنن و انصاف را رعایت کنن، هم عدالت هم احسان. خیلی درجه بزرگه. ولهذا وقتی حضرت رسول تشریف آورد، دین اسلام آمد، آرامش آمد، تبعیض نبود در زمان آن حضرت. آی مردم دنیا، آی دولت ها و حکومت ها و مسئولین، در عصر آن حضرت و زمان آن حضرت چنان حکم خدا را پیاده کردن که کوچکترین بی عدالتی و بی انصافی نبود، فساد نبود، رشوت نبود. مردم ساختن، مردم همه متقی بودن، اولیاء الله شدن. فساد از جزیره العرب رخت بست و رفت و جزیره العرب که پر از فساد بود در جاهلیت اولا. دنیا ایران پر از فساد، روم پر از فساد بود. اسلام آمد، روشنایی آمد، نور آمد، عدالت آمد، انصاف آمد، احسان آمد بالاتر از عدالت. دنیا همه راضی شدن. دنیا خیال کرده که تازه متولد میشن. این چه برنامه‌ای که دنیا میبینه؟ آرامش بود. استرابات امروزا نمیشه همه چیز ما بگیم به گردن دشمنانمون بیاندازیم، بلکه ما باید مقدار فکر کنیم در درون. و لحاظا ما اگر عدالت تا پیاده بکنیم که عدالت نزد همه فرضه، نزد همه واجب و لازمه، و بعض از گرایش‌های اسلامی و مذهب اسلامی عدالت تا جز اصول قرار دادن. لحظه اینها عدالت وقتی جز اصول
اصول اعتقادیه و لحاظا عدالت باید قائم بشه و تا اینکه این آرامش بیشتر بشه، امنیت بیشتر بشه، مردم دغدغه‌شون برطرف بشه، برای رضایت مردم باید تلاش انجام بگیره. حالا این در جمهوری اسلامی باشه، در افغانستان باشه، در همه دنیا مردم محورن، خدا محوره، دین محوره، مردم هم از محورهای بزرگ. بعضی توی تقسیماتشون میگن که آقا توی جمهوری های غیر اسلامی مردم محورن و در حکومت های دینی خدا محوره. این تقسیمات بنده قبول ندارم، این تقسیمات ها، چرا که خدا دوست محوره ولی خدا مردم هم محور قرار داده است. هم خدا محوری هم مردم محوری، مردم و خدا باید رضایتشو گرفته باشه. مردم رضایت شد در چارچوب شریعت. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، هم فرموده که به مردم تاکید کرده که مردم نگهداری بشن، خدا نگهداری بشه. در همه جمهوری ها، در همه دولت ها دنیا باید به الله توجه بشه، به مردم توجه بشه، رضایت مردم، عدالت اجرا بشه، انصاف اجرا بشه، دید وسیع بشه توی همه چیزها. خلاصه عرض منانه که دولت ها توی همه مسائل دخالت نکن، خصوصا مسائل مذهبی اول شخصی مردمان، اعتقادات اول شخصی مردمان. توی مسائل مذهبی دولت ها دوری کنه، پرهیز کنه، بگذارن به خود مردم. و این میتونه برای خود نظام ها مفید و مؤثر باشه، آزادی قائل باشن برای مردم، فشار بیاورن بر خود و تامین بکنه آزادی مردم را و برای جانب مردم ها بگیرن و جانب خدا را بگیرن، جانب عدالت را بگیرن. این میتونه توی دنیا آرامش بیاورد. و نکته دوم همون بود که جناب مفتی حفظ الله تاکید کردن که ایام تعطیلات هست و تعطیل مدارس دولتی، دانشگاه ها، آموزش و پرورش، برای بچه ها را رها نکنید، بچه ها را مدیریت کنید. بچه ها باید برن قرآن یاد بگیرن، بچه مسلمانه، قرآن یاد بگیره، احکام یاد بگیره. فرزندان باید ما مکلف کنیم و فرزندان مدیریت کنیم، برن دانشگاه درس بخونن، مدارس دولتی درس بخونن، حوزه ها درس بخونن، مکاتب قرآنی باید فعال باشه، مساجد فعال باشن برای آموزش بچه ها. بچه ها قرآن یاد بگیرن، دین یاد بگیرن. همه جوانان برای جوانان شهرمان برای برنامه ریزی مزید بکنیم. جوانان شما عوض دین اسلام دین نمیتونید پیدا بکنید، به خدا قسم شما عوض دین نمیتونید جوانان پیدا بکنید. عوض تقوا را، عوض نماز را، عوض هدایت را. جوانان به مسجد بیایید، به نماز بیایید، دین محکم بگیرید. خیلی زشته و زننده و ننگه که انسان از دستش آدم کشته بشه و بالاخره چاقو و چاقو کشی. این بسیار کار فسته و مردوده. با حرف کوچک درگیر شدن و بالاخره قوم ها را به ناامنی انداختن، خانواده را به ناامنی انداختن، مشکلات درست کردن.
علیه زندان ها توشون قاتل موجود، چقدر مردم پریشانن، خانواده قاتل پریشانه، خانواده من فشار میارن که بگی رضایت بدن، بگی ویل کنن. حالا یک جایی یه اتفاق پیش آمده ولی بعضی جایی هیچ توجیه نداره، هیچ توجیه نداره. چرا خودم یک انسانه که عقل داره خود را توی چاه بیندازه؟ او کسی که قتل میکنه خود و خانواده را در چاه انداخته، فامیلش را در چاه انداخته، همه را بدبخت کرده است. الله تعالی من و شما را، جوانان من توفیق بده که مایه عزت باشن. جوان چاخوکش مایه ننگی برای جامعه ما. جوانی که بد اخلاق باشه، بره چسب بکشه، تریاک بکشه، مشروب بخوره، دزدی کنه، نامنی ایجاد کنه، این جوان مایه ننگ و نفرت برای خانواده و برای فامیل و برای ما. جوان با اخلاق، جوان متدین، جوان صالح و درد بخور، جوان تحصیل کرده، جوانی که درس میخونه، جوانی که درس دینی میخونه یا درس روز، اینها مایه شرف برای ما، اینها مایه عزت برای ما. چاخوکشا برای فامیل ها ننگن، چاخوکش برای خانواده مایه ننگه، چرسی و تریاکی ننگ برای جامعه. و اینها باید از اینها کشید دست اینها که گرفتار شدن توی چاه افتادن، باید دست اینها را گرفت و بیرون آورد. 14 و 15 خرداد ایام رحلت امام راحل هست، امام خمینی هست که امام خمینی واقعا با قیام خودشون بیداری برای دنیا، یک چیزی که این را همه میپذیرند او منصفانه هم هست، اینی که امام بیداری آورد، فریاد بر علیه ظالمین، فریاد بر علیه قدرت ها و فریاد علیه استکبار جهانی، فریاد در مقابل دولت های بزرگ که ظلم میکنن بر ملت ها، بر ملتی که ملت های قدرتمند که بر ملت های ضعیف ظلم میکنن. واقعا این بیداری چیزی بسیار خوبی بود و دستاوردهای امام راحل تنها و تنها با اجرای عدالت و انصاف و شیء صدر و دوراندیشی و بالاخره توی دنیا امکان بقاش هست و لحاظا عدالت و انصاف و این مسائل که توی دنیا فریادش موجوده، اینها خیلی مهمن که اجرا بشن و الله تعالی عاقبت همه ما را به خیر بگرداند. وصلى اللهم على سيدنا محمد.